کسانی که به دیدن افلام مبتذل عادت کردن رابطه خوبه با الله متعال ندارن. الله متعال آن چیزی که شما انجام میدین از او با خبر است. زمانی که در اتاقشان قافل میشه شروع میکنن به چیزی که الله متعال حرام قرار داده است. فراموش نکنین که تمام اون پسر و اون دختری که در این فیلم‌های مبتذل کار میکنه سالیان متمادی بر خود مصرف کردن تا به طیف مورد نظر اون شخصی که فیلم دایرکت میکنه به او برسه. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند. فاجعه بزرگی که امروز شرق و غرب و شمال و جنوب عالم در نوریده و اکثریت از جوانا از وجودش دچار امراض روانی شده است، کمتر متاسفانه ما به آن توجه کرده ایم. امروز جوانان سراسر دنیا در یک گودال عمیق افتیده اند که بیرون شدن از آن در بسا از موارد ناممکن به نظر می رسد. صنعت پورنوگرافی. بله دوستان عزیز، امروز در ارتباط به این موضوع و این مطلب از دو بود توجه میکنیم و صحبت میکنیم. یکی از بود مکارم اخلاقی اسلامی و دوم از بود بحث رفتارهای روانکاوی و روانشناسی که در یک جامعه است و معمولا روانشناسا پیرامون صحبت کردن. بدون شک که در قرآن الله متعال سوره مبارکه النور که واقعا تمام آیاش و مثابه یک مصحف نورانی است که راه تاریک ما روشن میسازه، الله متعال در آیه 30 این سوره چه زیبا میفرماید: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. بر مردان مؤمن بگو که چشمان خود از دیدن به نامحرمان و محرمات فرو ببندند و فرجهای خودانه از مبتلا شدن به رذالت ها باز نگه دارند و زیرا این عمل سبب پاکی شخصیت و روحشان و همچنان سعادتمندی جهان و آخرتشان است و بدون شک الله متعال آن چیزی که شما انجام میدین از او با خبر است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در روایت مهربانی میکنند که در روز آخرت یک فرد را میارن که عالم از نوافل انجام داده است، روزه گرفته است، حج رفته است، به نمازهای شب به پا ایستاده است. فجعله الله هباء منثورا. الله متعال تمام عباداتش به خاک مذلت و نیستی میکشانه. فرمودن که یا رسول الله اونا چی کسایی هستند؟ از جمله ما هستند؟ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود بله، برادران شما هستند، از سلاله شما هستند و از امی امت هستند. و اما صفات این قوم چی است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که در ملأ عام پرده شرف و عزت بین خود و خالقشان به سبب وجود خلایق نگه میدارن، اما و اذا خلو زمانی که خلوت میکنن با الله متعال پرده شرف و پرده در واقع نزاکت میان خود و الله متعال میدارن. زمانی که در اتاقشان قافل میشه شروع میکنن به چیزی که الله متعال حرام قرار داده است. الله متعال در سوره متعدد در قرآن در ارتباط به بحث مسئله نگه داشتن فرج و استعمالش در مکانش توضیحات داده است. از آنجایی که پیامبر گرامی اسلام در روایت دیگه مهربانی میکنن هر کس دو چیز حفاظت کرد که یکی زبانش و دومش آنچه که میان دو پایش است نگه داشت، یعنی فرجش عفتش، ما بهشت بر او و همچنان قصرها و نعمتهایش در روز آخرت با او ضمانت میکنه. و بدون شک دوستان عزیز دین اسلام 3 مرتبه داره یا مراتب دین 3 است. اول اسلام، دوم ایمان و سوم احسان. منقول از در قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که از طریق حضرت عمر رضی الله تعالی عنه این روایت آمده است که جبرئیل امین به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف میارن و میپرسن که اسلام چیست، بعد پرسان میکنن ایمان چیست و بعد پرسان میکنن احسان چیست، یعنی بالاترین مرتبه دین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الله متعال چنان عبادت کنی و پاسش بداری که انک ترى گویا الله متعال مینگری
در تمام ساعات و لحظات زندگی وجود الله متعال ساری و جاری است. و اگر او را نمیبینی، یعنی به این مرتبه از ایمان نرسیدی، باید این احساس با تو باشه که الله متعال تو رو در هر حالت نگاه میکنه. پس دوستان عزیز، این بود وصایا و همچون سفارشات دین مبین اسلام در ارتباط با بحث مسئله نگه داشتن فرج و همچون خلوت با الله متعال و دوری از گناهان، آنچه که ما در واقع تنها میشه. بیاین که در ارتباط با ازرار پورنوگرافی از دید روانشناسی صحبت کنیم. تحقیق جالب را یونیورسیتی آکسفورد انجام داده که در واقع یک سری از موارد در تذکر داده که اگر کنترل نشه، جوانایی که عادت کردن به دیدن افلام مبتذل ممکن سر دچار این مشکلات روانی شوند. اولی که منجر به طلاق‌های پس از ازدواج میشه، چون اینا در افلام را که نگاه میکنن و در واقع کسایی که هنوز ازدواج نکردن در ذهن از یا حک میشه اونمو صحنه هایی را که نگاه میکنن. ولی فراموش نکنیم که تمام اون پسر و اون دختری که در این فیلم های مبتذل کار میکنه سالیان متمادی بر خود مصرف کردن تا به طیف مورد نظر اون شخصی که فیلم دایرکت میکنه به او برسه. مطمئنا جوان او خواهر که ازدواج میکنه با او قسم شوهر پیدا نمیکنه که کل سرمایه‌اش وجودش بوده و از این طریق پول به دست میاره، و برادری که ازدواج میکنه مقسم خانم پیدا نمیکنه. بنابراین منجر به این میشه که محبت در میان این دو کم شود که منجر به طلاق شود. دوم دوستان عزیز، اعمال وحشیانیه که این یونیورسیتی تذکر داده که در افلام بس از اوقات دایرکت میشه، اگر شخص در زندگی زناشاوری این عمل انجام بده سبب تنفر میشه. عمل وحشیانی که دو طرف انجام میده سبب تنفر در زندگی و روابط عادی و طبیعی یک زوج شده میتونه. و نکته سوم دوستان عزیز، گفتن کسی که عادت کرده به افلام مبتذل، این یونیورسیتی که انشالله در کامنت من لینکش با شما دوستان شریک میکنم، سبب میشه که فرد زود خشمگین شود و در حین نگاه کردن و استمناء سبب میشه که فشار قلب شخص بیننده بالا بره و در بسا از موارد حتی منجر به سکته ها و فلج های قسمت از بدن میشه. و نکته آخری این که اکثریت از جوانا به ازدواج رغبت انجام نمیتن، ازدواج نمیکنن و از این طریق اشباع غریزه میکنن. و نکته پایانی دوستان معزز، کسایی که افلام مبتذل نگاه میکنن اونا بالاخره به خاطر رسیدن به غریزه جنسی دست به هر گونه جنایت میزنه. این مواردی است که این یونیورسیتی یا دانشگاه پیرامون صحبت کرده. ببین که یک نکات کوتاه در اخیر خالی از فایده نخواهد بود از بود مسائل دینی. کسایی که افلام مبتذل میبینن چی از را متحمل میشن؟ اولی که حلاوت ایمان از دست میدن. دومی که اینا در عبادات تنبل به بار میآیند. سوم این که دیگه پابند حلال حرام نیستن. چهارم این که قساوت قلب پیدا میکنن. پنجم این که رغبت به توبه کردن و بازگشت به سوی الله متعال نداره. خطرناکترینش که زبانم از گفتنش بند میه، کسانی که به دیدن افلام مبتذل عادت کردن رابطه خوبه با الله متعال ندارن. شما جوانی را سراغ دارین که به این فیلم ها عادت کرده باشه و در ضمنش رابطهشان با پروردگارش درست باشه؟ هرگز این دو پدیده در یک قلب نمی گنجه. افلام مبتذل سالیانه 100 بیلیون عاید داره از طریق مجله ها، وبسایت های مبتذل. و حتی جالبی است که این یونیورسیتی گفته که تقریبا 128 بیلیون تنها از دیدن یک دقیقه این فیلم ها یا سایت های مبتذل به دست آوردن. در واقع این افلام اینا را در طی 10 سال اخیر مکمل دیده است. از الله متعال میخوایم که ما را گام های ما را استوار داشته باشه. حالا این همه ازرارش گفتیم بفایده نخواهد بود که راه نجات چی است. اول دوستان عزیز، اطلاعات کلام الله مجید و تدبر آن فراموش نکنین.
تفکر به جهان آخرت. این اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. فراموش نکنین یادآوری جهان آخرت. سوم، نکاح. رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی که توانایی داره نکاح کنه. چهارم، کنترل غذا. اگر غذاهای شهوت برانگیز میخورین کم کنین و اگر غذای میخورین که سبب تحریک جنسی شما میشه روزه بگیرین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه روزه سپر است بین کسی که استطاعت و توانایی نکاح را نداره. عدم نظر کردن به جنس مخالف. ششم، مشغول داشتن نفس در یک کار، مثلا کار که شما را ذله و مانده کنه. و هفتم، کوشش کنید که بیشتر با خودتان در درون یک اتاق خلوت نکنین و در اتاق هیچ زمان قفل نکنین. و نکته آخرین که خودتان مشغول عبادت کنین و آن چیزی که شما را به مخدرات نزدیک میکنه از اعراض و خودداری کنین. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. برای دیدن کلیپ های بیشتر صفحه فیسبوک ما را لایک کنین، چینل یوتیوب ما سابسکرایب کنین و ما را در اینستاگرام فالو کنین و همچنان این کلیپ بعد از اینکه لایک کردین و با دوستانتان شریک کردین در قسمت پایین این کلیپ نظریاتتان نیز با ما شریک بسازین. السلام علیکم. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند.